امروز میخوام یه ابزاری بهتون معرفی کنم که خیلی به درد کسایی که میخوام مقاله بنویسن، پایان نامه بنویسن، چه دانشجوی ارشد و چه دانشجوی دکترا و چه کسایی که میخوان یک تحقیقی انجام بدن. ابزار معروف تایپست یا سایسپیس که بسیار ابزار کاربردیه با آدرس typeset.io در دسترستونه، میتونید ازش استفاده کنید. فقط کافیه که در این باکسی که اینجا هست موضوعتون رو بنویسید، چه به فارسی چه به انگلیسی، و چون زبان رو بلده خودش تحلیل میکنه و همونطور که میبینید خلاصه ای از منابع رو اینجا بهتون داده از 5 منبع اول، و در اینجا هم در این بخش براتون آورده که از چه منابعی گرفته. یک ابزار بسیار کاربردیه با فیلترهای فراوان و امکانات بسیار زیاد که خیلی میتونه کاربردی باشه براتون. میتونید از فیلتراش استفاده کنید، بگید فقط از ژورنال ها بیاره یا از کتاب بیاره یا از پتنت ها یا همون ثبت اختراعات بیاره، و میتونید این ستون های جدولش رو هم برای خودتون انتخاب کنید. همونطور که میبینید اینسایتس رو داره، کانکلوژن یا نتیجه گیری رو داره، نتایج اون منبعی که اینجا معرفی کرده رو داره و کاملا پیشینه پژوهش یا لیترچر ریویو شما رو بهتون میده. البته این رو توجه داشته باشید منابعی که در دسترس این سایت و این ابزار هست انگلیسیه، برای همین منابعی که پیدا میکنه انگلیسیه. این ستون هم شما میتوانید تعیین کنید که چه چیزهایی رو بهتون نشون بده، همین هایی که قبلا خدمتتون گفته شد، محدودیت ها، مشارکت هایی که این مقاله داشته، ارزیابی پیشینه این مقاله و خیلی امکاناتی که این ابزار در اختیارتون میذاره. و برای اینکه ویدیو طولانی نشه همینجا قطع میکنم، انشالله کاملتر در ویدیوهای بعدی خدمتتون تقدیم میشه.